خب کار در کلاس صفحه 85 به ما گفته زاویه های مثلث های زیر را با نقاله اندازه بگیرید. خب میایم با نقاله اندازه میگیریم. بچه این زاویه مشخصه که 90 درجه است، درسته؟ این رو می نویسم 90 درجه. اندازه هم بگیرم همون 90 درجه رو به من نشون میده. میبینی 90 درجه. حالا میرم سراغ این یکی ببینم چند درجه هستش. یکی از ضلع رو مماس کردم با خط نقالم، این یکی باید بره، این خط باید بره به سمت عددهای نقاله. نیای نقاله رو اینوری بذاری یا اینوری غلطه، اینوری اصلا اشتباهه. خودت باید تنظیم کنی بدونی که به چه صورت بذاری. این تقریبا 70 درجه است بچه ها، بعد روند بشه عددات. این 70 درجه است. میام این یکی رو اندازه بگیرم. قبل از اینکه این یکی رو اندازه بگیرم خب میتونم بدون اینکه با نقاله اندازه بگیرم من به دست میارم. مگه ما قبلا نگفته بودیم که مجموع زوایای مثلث حالا هر شکلی باشه، خب کوچیک بزرگ، این مثلث فرقی نداره، مجموع زوایاش 180 درجه باید باشه. خب پس من میام 90 رو به علاوه 70 میکنم میشه 160. چند تا مونده برسیم به 180؟ 20 درجه مونده برسیم به 180. پس این 20 درجه است. حالا من میام با نقاله اندازه بگیرم ببینم درست گفتم یا نه. میبینید بچه ها به 20 درجه رسید. اینی که یه ذره مثلا 22 درجه نشون میده به خاطر اینه که یا مثلا ممکنه برای شما 23 4 یا یه ذره کمتر نشون میده، به خاطر اینه که این نقاله هم مثل خطکش چون تو کارخونه‌های مختلفی ساخته شده درجه بندیش یکم با شما فرق میکنه. اندازه من با اندازه مثلا نقاله شما ممکنه زوایاش فرق بکنه، ولی مهم اینه که خیلی مهمه که وقتی که این سه تا زاویه رو با هم جمع بکنی مجموعش باید بشه 180 درجه. به همین ترتیب این زوایا رو هم به دست میاری و مال این مثلث رو و در نهایت سه تا زاویه رو با هم جمع کن که مطمئن بشی که مجموع زوایات با هم دیگه شده 180 درجه. حالا ما بریم سوال یک قسمت تمرین. گفته که مثلث‌های رسم شده متساوی الاضلاع هستند. خب بچه مثلث‌ها قراره با مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین آشنا بشیم. مثلث‌های متساوی الاضلاع چیا بودن؟ کدوم مثلث‌ها بودن بچه‌ها؟ همونطور که از اسمش معلومه متساوی الاضلاع، اضلاعش با هم مساوی باید باشه. مثلثی متساوی الاضلاع مثل این و این که زاویه هاش با هم اندازه باشه. مثلا اگه این زاویه 2 سانتی متره مثالا، اینم باید حتما 2 سانتی متر باشه، اینم باید 2 سانتی متر باشه. این مثلث رو میگن مثلث متساوی الاضلاع. میتونی اندازه بگیری ببین این هر چقدر سانت بود چند سانت و چند میلیمتره، اینم همونقدر سانت و همونقدر میلیمتره. اینم به همین ترتیب اگه این ضلعش 1.5 سانتی متر، اینم بعد 1.5 باشه، اینم بعد 1.5 باشه. پس در واقع این از این. بعد زاویه ها تو مثلث متساوی الاضلاع هر کدوم 60 درجه است. خب این از قانونهای مهم ریاضیه. فرقی نمیکنه که چه اندازه‌ای باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه. وقتی که ما مثلثی بکشیم که سه تا ضلعش با هم برابر باشه، زاویه هاش هم خود به خود با هم برابر میشه و حتما 60 درجه میشه. چرا؟ چون شده متساوی الاضلاع. الان این 60 درجه است، اینم 60 درجه است، اینم 60 درجه است، این یکی هم به همین ترتیب. هر کدوم از این سه تا 60 درجه است. 3 تا 60 تا 180 درجه. خب حالا میام اندازه بگیرم تا مطمئن شی. ببین نزدیک 60 این یکی، مثلا این یکی خطشو یکیشو که مماس کردم با یکی از ضلع، اینو میخوام اندازه بگیرم دیگه، این زاویه رو. خب اومدم این دوتا بازوشو یکیشو مماس کردم با یکی از خطای گونی، این یکی رو میرم میبینم 60. 3 تا 60 تا 180 تا. پس این یه قانون مهم تو ریاضیه که تو مثلث متساوی الاضلاع که مثلثیه که سه تا ضلعش با هم برابره، هر کدوم از زاویه ها 60 درجه است. این همیشه مهمه که یادت باشه. پس اینم بدونین که اندازه بگیری چون میدونی متساوی الاضلاع هر کدوم از زوایاش 60 درجه است.
سوال 2 گفته که در شکل‌های زیر همه مثلث‌ها متساوی ساقین هستند. زاویه‌های مورد نظر رو اندازه بگیرید. با مثلث متساوی الاضلاع آشنا شدیم. حالا میریم مثلث متساوی ساقین، یعنی دو تا ساقش فقط با هم مساویان، یعنی دو تا ضلعش فقط مساویان. این علامتی که میبینی اینجا گذاشته و اینجا، یعنی این ضلع با این ضلع مساویه. این علامت اینجا و اینجا هم یعنی چی؟ یعنی این ضلع با این ضلع مساویه. اگه مثلا این 3 سانته اینم 3 سانته، اگه مثالا این 2 سانته اینم 2 سانته و همین ترتیب این یکی. پس مثلث متساوی و ساقین مثلثی که دو تا ضلعش با هم فقط برابر باشه، مثل این نیست 3 تاش برابر باشه، فقط 2 تاش، 2 تا روبرویا با هم برابره، یا 2 تا ساقاش با هم برابره، همونطور که از اسمش پیداست متساوی و ساقین، 2 تا ساقش فقط با هم برابره. حالا مثلث متساوی و ساقین، حالا بیم قبلش اندازه بگیریم زوایا رو. میایم اینو اندازه میگیریم، این زاویه رو میخوام اندازه بگیرم. خب تقریبا بچه تقریبا میشه 75 درجه. خب میام این یکی هم اندازه میگیرم، میبینم اینم تقریبا همون 75 درجه هستش. حالا من میتونم با نقاله این یکی زاویه رو اندازه بگیرم، ولی از اونجایی که این قانون رو بلدم که هر مثلثی باشه فرقی نمیکنه چه شکلی، متساوی الاضلاع، متساوی یا ساقین، مجموع زوایاش باید بشه 180 درجه، میام این دوتا رو با هم جمع میکنم. خب میبینم چند تا مونده به 180، یا منهای 180 میکنم این یکی زاویه رو به دست بیارم. پس من میام 2 تا 75 رو با هم جمع میکنم، میشه 150 درجه. چند تا مونده برسیم به 180 درجه؟ 150 160 170 180 30 درجه مونده. پس میدونم که این زاویه هم 30 درجه است، چون که با هم دیگه جمع کنم کلا میشه 180 درجه. حالا میام تست کنم ببینم درست حد زدم یا نه. میبینید بچه ها رسیدم به 30 درجه، پس حدسم درست بوده. نتیجه میگیریم که مثلث متساوی و ساقین 2 تا زاویه هم اندازه داره. میبینید این 75 شد، این 75 شد، 2 تا زاویه هم اندازه داره و 2 تا ضلع هم اندازه داره که 2 تا ضلع این مثلث که همون ساقای مثلث هستن با هم برابرن. و فهمیدم که وقتی اندازه 2 تا زاویه رو دارم، 2 تا زاویه رو داریم، اندازه زاویه سومو بدون نقاله میتونیم به دست بیاریم تو هر مثلثی، چون میدونم که جمعش باید بشه 180. 2 تا رو دارم، جواب 2 تا رو منهای 180 میکنم، هرچی میمونه میشه این یکی ضلعش. میریم سراغ سوال 3. اندازه زاویه های مورد نظر رو به دست آورید، با نقاله همان زاویه رو اندازه بگیرید. یعنی اولش از ما نقاله نخواسته، بعداً خواسته که نقاله استفاده کنیم. اگه درسای قبل خوب گوش داده باشم میدونم که اینجا یک زاویه نیم صفحه دارم کلا، یعنی یه نیم دایره دارم مثل نقاله که 180 درجه است. درسته؟ از این 180 درجه اول اومده این 180 درجه رو به 2 تا درجه تقسیم کرده، ولی 2 تا درجه مساوی نه که 2 تا 90 درجه باشه. یکی 140 درجه است، یکیش نمیدونیم چند درجه است. خب میام میگم من زاویه 180 درجه رو که دارم. خب اگه این 140 درجه رو ازش وردارم، یعنی از 180 رو منهای 140 کنم، هر چقدر که باقی میمونه میشه زاویه این قسمتم. یعنی از زاویه نیم صفم که 180 درجه است بیام این 140 درجه رو بردارم، منهای 140 درجه مساوی چند درجه بچه ها؟ 180 درجه منهای 140 مساوی 40 درجه. پس متوجه شدم که اینجا 40 درجه هستش. الان 140 با 40 هم میشه 180 درجه. حالا گفته که بیا با گونیام، ببخشید با نقالم اندازه بگیریم قسمت رو. میذار اینو بیارم پایین. میبینی که
بله به 40 درجه رسیده و درست نوشتم.